سلام همراهان عزیز، ما رسیدیم به روز 20 که نام دارد هرگز به خودتان اجازه انتخاب شکست را ندهید. عزیزان ببینید که فرانکلین روزولت چیز زیبا میگوید که شکست چیزی مهم نیست، بلکه ترس از شکست مهم است. واقعا ترس از شکست بزرگترین مانعی منحصر به فردی موفقیت در زندگی افراد بزرگسال محسوب می شود. شکست شما را قوی‌تر، تأثیرپذیرتر و قطعی می کند. ترس از شکست با پیشبینی خود شکست است که می تواند افکار شما و فعالیت های شما را فلج کند و حتی شما را از تلاش برای به یک موفقیت بزرگ لازم دارد باز می دارد. روز یک روزنامه‌نگار جوان از توماس جی وانستون بنیانگذار IBM سوال کرد که چگونه توانسته است در یک مدت کوتاه به چنین موفقیتی چشمرس دست پیدا کند. واتسون در جواب این سوال روزنامه‌نگار این جمله‌های سحرآمیز را گفت: و هرگاه بخواهید زودتر موفق شوید باید سرعت شکست خودتان را 2 برابر کنید. موفقیت در آن سوی دیوار شکست قرار دارد. به خود جرأت دهید و پیش بروید، تلاش کنید. ثروتمندان خودساخته عزیزان قمارباز نیستند، ولی آنها همیشه میخواهند در راستای رسیدن به هدفهایشان که همان کسب نتیجه بهتر است بر ریسک‌های محاسبه شده دست بزنند. در حقیقت گرایش شما به طرف ریسک کردن مهمترین عامل آمادگی شما برای ثروتمند شدن است. هر جا که با یک موقعیت ریسکی شدید روبرو شدید، از خودتان این سوال را بپرسید: اگر شکست بخورم بدترین وضعیتی که خواهم داشت چیست؟ به قول ثروتمند خودساخته امریکایی جناب پاول گیتب که میگوید مطمئن باشید هر آنچه که فکر میکنید اتفاق نخواهد افتاد. حقیقت آن است که هر کسی از شکست میترسد همه از ناداری و فقر و تنگ دستی می ترسند. همه از اشتباه کردن و ورشکسته شدن می ترسند. اما ثروتمندان خودساخته افرادی هستند که آگاهانه، هوشیارانه و سنجیده به ترس غلبه می کنند و تصمیم خود را می گیرند. ولیندو امرسون نوشته است: در زندگی خودتان را عادت دهید که کارهایی را که از آنها می ترسید انجام دهید. اگر چیزی را که از آن می ترسی انجام دهی مرگ ترس حتمی است. وقتی جسورانه کار را انجام می دهید نیروهای مخفی به کمک شما خواهند آمد و هر عمل جسورانه جسارت و شجاعت و ظرفیت شما را در آینده افزایش خواهد داد. وقتی هر عمل را بدون تنظیم موفقیت با جسارت انجام می دهید و به پیش می روید، ترس شما می ریزد، کاهش پیدا می کند و اعتماد به نفس و جسارت افزایش پیدا می کند. سرانجام به نقطه خواهید رسید که از هیچ چیز نخواهید ترسید. شاید بهترین درس بتوان از جناب گرانتر رئیس سازمان ناسا در جریان پرتاب آپولو 13 گرفت. وقتی مردمی که دورش جمع شده بودند و ناظر پرتاب آپولو به فضا بودند و نگران از دست دادن فضانوردان و در جریان پرتاب آپولو بودند، با یک سخنرانی قوی آنها را به خود آورد و با صدای بلند چنین گفت: شکست روند نیست، یعنی حق انتخاب شکست را ندارید. با این شغلی که دارید می توانید یک ثروتمند خودساخته شوید. با شغل خود هدفهای خاصی را برای خود داشته اید. آنها را بنویسید
و هر روز پیشرفت کار خود را یادداشت کنید. از جمله در روبرو با تمام مشکلات و مسئله های دائما به خود یادآوری کنید که حق انتخاب شکست را ندارد. این کار بیش از هر چیز دیگر موفقیت درازمدت شما را تأمین خواهد کرد. خب بیایید تمرین عملی را یک جای می نویسیم و از روی آن عمل می کنیم. و این تمرین می گوید که یک ترس عمده را در زندگی خود معرفی کنید، بازیافت کنید، یعنی شناسایی کنید، مثل ورشکستگی، سرزنش، بحران، محکومیت و آن را از ذهن خود بیرون کنید. همان گونه که ابداً وجود ترس را احساس نکنید. تصور کنید که موفقیت شما تنظیم شده است به شرطی که کار را در راستای هدفها و آرزوهای خود انجام دهید. همین حالا عزیزان کار را شروع کنید. یعنی دوری جستن از ترس. ترس این یک عاملی هست که همه ما را از قدم برداشتن به سوی موفقیت باز می‌دارد. اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی. شما واقعا میتوانید، فقط با خود صبور باشید و ترس را از اندیشه و افکار خود دور کنید و پیروزی حتما به سراغ شما خواهد آمد. عزیزان، پایان درس 20 بود که با هم شنیدیم و چون هر وقت به همه شما کامیابی و موفقیت های بی‌نظیر را آرزومنده می‌خواهیم همیشه موفق و سربلند بمانید. اگر این نوارها برای شما پسند افتاده باشند، کامنت و لایک را فراموش نکنید. با دیگر برنامه‌های مرکزی خیرت بمانید. خودتان را احتیاط کنید.